خب اگر ما بخوایم تامنیل درست کنیم در فتوشاپ باید چند نکته رو در نظر داشته باشیم که اگر ما اندازه تامنیل که در یوتیوب تعیین شده مثلا بنویسیم اینجا یوتیوب، اینجا بنویسیم یوتیوب تامنیل سایز، ببینیم چی به ما میده. اینجا میده 1280 در 720 ولی در فتوشاپ بهتره که این سایز رو برای تامنیل یوتیوب باید انتخاب بکنیم 1920 در 1080. این بهترین سایزه چون یوتیوب اگر ما 1920 در 1080 انتخاب بکنیم یوتیوب کیفیت این تامنیل میبره بالا، ولی اگر اینو انتخاب بکنیم مناسب تامنیل یوتیوب نیست. اکثر افراد اینو نمیدونند. این یک تریک. حالا در فتوشاپ اگر بریم این الان صفحه اول نیست، این صفحه اول بریم. خب این به زبان فنلاندیه، فرقی نمیکنه. خب ما اینجا میریم، اینجا 1920 در 1080 انتخاب میکنیم، میخوایم تامنیل درست کنیم در فتوشاپ. خب این که اصلا دیگه معنی نداره دیگه. این وقتی پیکسل انتخاب بکردیم این دیگه 72 معنی نداره، ولی 72 معمولا باید باشه. ایجاد میزنیم و این اندازه تامنیلی هست که باید در فتوشاپ روش کار بکنیم تامنیل درست بکنیم. اینم از این ویدیو. لایک و سابسکرایب یادتون نره.